بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام بر شما. امروز یک شنبه 16 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری برابر است با 9 میزان سال 1402 هجری شمسی و مصادف است با اول اکتبر سال 2023 میلادی. توجه نمایید به مجموعه خبری این ساعت. در آغاز سرخط خبرها. برگزاری تور گردشگری با اشتراک مسئولان محلی، فرهنگیان و خبرنگاران در هرات. آغاز کار اعمار یک کانال به طول 2800 متر در ناحیه پنجم با هزینه 30 میلیون افغانی از سوی اداره شاروالی هرات. و بازداشت یک باند حرفه‌ای جعلکاران از سوی نیروهای امنیتی هرات. مشروع اخبار. مسئولان فرهنگی هرات در یک تور گردشگری با حضور شماری از مسئولان محلی، فرهنگیان، خبرنگاران از آباده‌های تاریخی سه ولسوالی غربی این ولایت دیدن نمودند. این مسئولان هدف از دیدار از آباده‌های تاریخی ولسوالی‌های زندجان، غوریان و کهسان ولایت هرات را جذب گردشگران به مکان‌های تاریخی و جاذبه‌های دیدنی این ولایت عنوان نمودند. از سوی هم مسئولان اداره محلی این ولایت با تاکید بر تامین امنیت برگزاری چنین تورهای گردشگری را برای نسل جوان مفید می‌خوانند. محمد جمعه رضایی با جزئیات بیشتر. کاروان تور گردشگری که شماری از فرهنگیان، خبرنگاران و مسئولان محلی و فرهنگی هرات گرد هم آمده تا از آباده‌های تاریخی ولسوالی‌های غربی این ولایت دیدن نمایند. هدف از راه اندازی این تور جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی در آباده‌های تاریخی و جاذبه‌های دیدنی ولسوالی‌ها و مناطق دوردست در این ولایت گفته شده است. تقویت صنعت گردشگری که امروزه در دنیا یکی از منابع کلان عایداتی می باشه، ما سرزمین خود از سوق بدیم و برای جوانان خود یک فرصت تفریح سالم فراهم بکنیم که با تمام داشته‌های معنوی سرزمین آشنا شود. در همین حال شماری از آگاهان آباده‌های تاریخی بدین باورند که چون این تورها صنعت گردشگری را رشد و رونق می‌دهد. خوشبختانه در کهسان بناهای تاریخی فراوانی وجود دارد. تیرپل، گنبد معروف گوهرشاد، مدرسه تومان آقا، کاروانسراها، حوض‌های آبی و آسیاب‌های بادی. اینها مردم از خارج داخل که اینجا میاد بیا اینجا به حساب وقت که آثار تاریخی است، جای قدیمی است، باید بسیار مزین، منظم، با کیفیت باشه که کسانی که جهانگردی میکنه اینجا میاد نگاه میکنه. از سوی هم مسئولان اداره محلی این ولایت به گردشگران داخلی و خارجی اطمینان میدهند تا بدون نگرانی از تمام جاذبه‌های مختلف فرهنگی و تاریخی نقاط دوردست این ولایت دیدن نمایند. شدی چې داسې برنامې نور ولسوالیو ته هم جوړې سي. د هرات ولایت سیمه ییزه اداره ټولو ګرځندویانو ته ډاډ ورکوي چې ستاسو امنیت په پوره معنا تامین دی. تاسو کېدلی سي چې د هرات د ګوټ ګوټ څخه د تاریخي نقطو څخه لیدنه وکړي. این در حالی است که به گفته مسئولان فرهنگی این ولایت در 6 ماه اول سال جاری بیش از 7000 گردشگر داخلی و خارجی از مکان‌ها و جاذبه‌های تاریخی این ولایت دیدار نموده که 20% افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. شاروالی هرات کار اعمار یک کانال به طول 2800 متر را در ناحیه پنجم این ولایت آغاز کرده است. هزینه مجموعی این پروژه 30 میلیون افغانی گفته شده و قرار است تا در مدت 4 ماه آینده تکمیل شود. عرض این کانال 1.5 متر می باشد و گفته می شود که 10 عدد پلچک نیز در این مسیر ساخته خواهد شد. شعیب جلالی گزارش می دهد. آغاز به کار اعمار یک کانال به طول 2800 متر در ناحیه پنجم شهر هرات. با گفته شاروال هرات هزینه مجموعی این پروژه که از بودجه این اداره پرداخت می شود حدود 30 میلیون افغانی بوده و قرار است تا در ظرف 4 ماه آینده تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد. اوس الحمدلله موږ چې د څو وخت را په دې خوا چې کومې پروژې افتتاح کړي دي افتتاح شروع دي لکه د غټې پروژې د نمبر 1 پروژه افتتاح شوې ده اوس کار شروع دی د شیدایي دغه دوه پروژې شروع شوې دي کار شروع دی د حوض کرباس دغه پروژې شروع دي افتتاح شوې دي په نور نواحیو کې مختلفو نواحیو کې افتتاح لرو شروع شوې دي پروژې مشروع دي او نور افتتاح هم په روانو هفتو کې ان شاء الله نور پروژې هم لرو چې هغه افتتاح شي ان شاء الله. چیزی که برای خود پسند دارن برای وطن خودم پسند داشته باشن، مثل
اموال خانه را که آدم حفظ مراقبت میکنه از او پروژه عمل منفعه که اینجا به حال اجراست اینا به خاطر نفع ملت است. باید مثل چیزی که با اموال شخصی خود برخورد میکنه با همین برخورد کنه. از سوی هم مسئول شرکت مجری طرح پروژه میگوید که تلاش میکنند تا مطابق به قرارداد کار را به پیش ببرند. کوشش میکنند که در حد توان کار که مطابق مشخصات تکنیکی قرارداد شده ان شاء الله به پای اکمال برسانیم و مدت از این پروژه هم 4 ماه کاری میباشد. شهروندان هرات نیز در کنار استقبال از آغاز به کار ساخت این کانال میگویند که تطبیق پروژه های اداره شاروالی این ولایت در 1-2 سال اخیر بی سابقه بوده است. ما بسیار خرسند و خوشحالیم از اداره شاروالی ریاست شاروالی ولایت هرات که الحمدلله فعلا در سطح شهر ما شاهد چندین پروژه ایم که اونها فعلا در حال کار جریان داره. باید یادآور شد که همکنون کار تطبیق 10 ها پروژه بزرگ و کوچک در گوشه گوشه از شهر هرات در جریان است. کار پروژه آسفالت لین جنوب سرک فرقه الی پل کاریزک مربوط ناحیه 11 شهر از سوی شاروال هرات آغاز گردید. کار پروژه آسفالت لین جنوب سرک فرقه الی پل کاریزک به طول 2174 متر با هزینه 32 میلیون افغانی از بودجه انکشافی اداره شاروالی توسط شرکت ساختمانی و سرکسازی کهنکاران در ناحیه 11 افتتاح و آغاز گردید. ملا عبدالرازق راشد شاروال هرات ضمن ابراز خرسندی از افتتاح کار این پروژه در قسمت کار تمام پروژه های انکشافی شاروالی برای شهروندان اطمینان داده اظهار داشت که رهبری اداره شاروالی، مسئولان و انجینران بخش‌های مربوطه این اداره همه روزه از روند کار پروژه ها به گونه دوامدار نظارت می‌کنند. شاروال هرات همچنان از عموم شهروندان این ولایت خواست تا در امر توسعه و انکشاف شهر با اداره شاروالی همکاری نمایند. گفته است که قرار است کار این سرک از سوی شرکت قراردادی طی 180 روز کاری تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. بیش از 1 میلیون افغانی ریاست ارشاد حج و اوقاف ولایت هرات طی ماه گذشته عواید به دست آورده است. ریاست ارشاد حج و اوقاف هرات میگوید که در طی 1 ماه گذشته از درک سکتور تجارتی عواید این ریاست مبلغ 1,764,112 افغانی بر رویت آویزات بانکی توسط مستاجرین تحویل بانک گردیده است. قابل ذکر است که در این ریاست مقدار 10,895 کیلو گندم توسط مستاجرین به سیلوی هرات تحویل و رسید تحویلی آن ثبت بدل الاجاره مستاجرین گردید. یک باند حرفه‌ای از جعلکاران زیورآلات توسط نیروهای امنیتی هرات بازداشت شدند. پرسنل آمریت کشف جرایم الکترونیکی قماندانی امنیه هرات بعد از عرایض مردم مبنی بر کلاهبرداری فروش زیورآلات تقلبی موفق به دستگیری این باند با استفاده از روش‌های مسلکی از مربوطات این ولایت شدند. در پیوند به این رویداد 3 تن بازداشت شده و اکنون تحت نظارت قرار دارند. پرسنل مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه هرات طی عملیات کشفی در ساحات ولسوالی گذره و انجیل هرات مقدار زمین تحت کشت چرس را کشف و تخریب نمودند. بینندگان عزیز، این بود مجموعه خبری این ساعت. توجه کنید به وضعیت هوای شهر و چند ولسوالی ولایت هرات. با درود و مهر خدمت تمامی شما بینندگان عزیز، توجه فرمایید به وضعیت هوای شهر هرات و چند ولسوالی آن. دوشنبه شهر هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایینترین 14 درجه سانتیگراد. غوریان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایینترین 14 درجه سانتیگراد. کرخ آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایینترین 13 درجه سانتیگراد. و همچنین پشتون زرغان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایینترین 16 درجه سانتیگراد. و در پایان مرور مجدد داریم بر سرخط خبرها. برگزاری تور گردشگری با اشتراک مسئولان محلی، فرهنگیان و خبرنگاران در هرات. آغاز کار اعمار یک کانال به طول 2800 متر در ناحیه پنجم با هزینه 30 میلیون افغانی از سوی اداره شاروالی هرات.
و بازداشت یک باند حرفه‌ای جعلکاران از سوی نیروهای امنیتی هرات. بینندگان عزیز، از توجه و همراهیتان به مجموعه خبری این ساعت سپاسگزارم. وقت بر همه‌تان خوش. خدا نگهدار.